انسان به نفس کشیدن خود، انسان به خوردن و نوشیدن خود، انسان به تمام امور زندگی خود به الله محتاجه. گاه اوقات غرور ناجای به ما پیدا میشه و کبر ناپسند در ما ایجاد میشه و خود را از الله سبحانه و تعالی بی نیاز میبینیم. گمان میکنیم که چنان زور داریم، چنان قوت داریم، چنان گپ زدن بلدیم، چنان پول داریم، چنان گپ ما به هر جا میچله که دیگه به کسی و حتی الله هم نیازمندیم. دمی میبینیم صحتمندیم، دمی میبینیم که کسی ما 4 روپیه پولیه، دمی میبینیم که گپ ما سرباز یا خوب میچله، طغیان میکنیم. و الله متعال در آیتی از قرآن همین قسم میگه کلا ان الانسان لیطغی، انسان طغیان میکنه، انسان سرکش میشه. ان رآه استغنا، زمانی که خود بی نیاز میبینه، زمانی که احساس میکنه بی نیازه، زمانی که مدتی مریض نمیشه، مدتی صحتمند و سالمه، مدتی به سرمایه و پول به کسی محتاج نیه، چیکار میکنه؟ طغیان میکنه و خود را از الله بی نیاز میبینه، در حالی که ما به تمام امور زندگی خود به الله محتاجیم. به خوابیدن خود محتاجیم، به بیدار شدن خود محتاجیم، به صحتمند بودن خود محتاجیم، به این که لقمه نان را به دهن بتونیم پایین ببریم و این لقمه نان را بتونیم معذرت دفع بکنیم، به این به الله محتاجیم.